No members of the public back there, please. خب اینم از این. برو بریم. داشتم کامنتاتون رو میخونم که بچه‌ها برام نوشته که توی ردد یه سری ساختمونا، خونه‌ها، مغازه‌ها هست که میشه واردش شد ولی همیشه نه. مثلا مربوط به مرحله است یا کلاً با یه کار خاصی انجام بدی که اونجا برات باز بشه، یا یه جورایی میبینی از بیرون از پنجره میبینی که داخلش ساخته شده میشه رفت، حتی آدم وایساده ولی درش باز نمیشه. خب یه روش سنتی هست اینکه با ترینر خودتو بگیری بکشی اون تو، ولی خب تمیز نیست. یه جورایی یه مود هست دقیقاً همچین مودی برای تقریبا همه جی تی ای ها وجود داشته که میتونیم اونو نصب بکنیم، همه درای توی بازی رو به صورت اتوماتیک برای ما باز بکنه. و نمیخوام اسپویل کنم، نمیدونم چی جوری بگم، آقا مثلا اون خونه‌ای که آتیش میگیره کلش به میره، بعد یارو بعد این مدت میایم میبینی مثلا جسدش اونجا سنگ شده، سوخته کلا. قبل از این مرحله خب ما نمیتونیم وارد اون خونه بشیم، یعنی اصلا فکر کن شما اصلا اون شخص رو نمیشناسی هنوز، اول گیمه میتونی بری تو خونه یارو درش هم باز میشه. اینش خیلی جالبه. بریم با هم مود روی بازی نصب بکنیم، شاید بریم توی بازی تست هم بگیریم، چون به نظرم تست خاصی نمیخواد، کلش رو توضیح دادم دیگه، الکی تایم ویدیو زیاد نشه. اسم مودی که میخوایم توی ویدیو با هم نصبش بکنیم اوپن آل اینتریرز، که در واقع یعنی همه فضاهای داخلی رو باز بکنید. یه جورایی همه درهایی که توی بازی پشتش یه فضای داخلی وجود داره مثل خونه، مغازه، حالا هر چی که هست میتونید بازش بکنید. لینکش رو دیسکریپشن براتون گذاشتم، بالاش نوشتم دانلود مود باز کردن همه فضاهای داخلی. خیلی فکر کنم طولانی شد، عجیب شد، ولی خب از طریق دیسکریپشن میتونید دانلودش بکنید. حجمش هم کلا 200 کیلوبایت هم نیست. قبل از اینکه همه بریم سراغ نصب این مود، به این نکته دقت بکنید که بازی شما باید آماده نصب مود شده باشه. یه لینک تو دیسکریپشن همین ویدیو براتون گذاشتم، بالاش نوشتم آموزش آماده سازی ردد 2 برای نصب مود. اول برید از طریق اون ویدیو بازیتون رو آماده نصب مود بکنید، بعد اینکه اوکی شد و همه چی در واقع سالم و سلامت بود بیاید سراغ نصب مودهای دیگه. اون خیلی مهمه بچه‌ها. الان من فرض می‌کنم که شما بازیتون رو آماده نصب مود کردید و این مودی که همه درهای فضای داخلی رو باز می‌کنه رو هم دانلود کردید. بعدش تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم پوشه بازیمون رو باز بکنیم و این فولدر مودی که دانلود کردیم هم باز می‌کنیم. داخلش 2 تا فایل وجود داره، یه دونش با فرمت ASR، یه دونش با فرمت INI، که حالا اگه اینو مثلا حتی باز بکنیم ادیت بکنیم یه سری توضیحات داره، یه سری چیزها رو میتونیم فعال بکنیم، غیر فعال بکنیم، حالا اینا رو بهتون توضیح میدم. ولی در کل برای نصب مود باید این 2 تا فایل رو کپی بگیریم و پیست کنیم توی پوشه اصلی بازیمون. دقت بکنید داخل فولدری نباید بریزیم، همینجا این بیرون پیست بکنیم و مود نصب شد. حالا نکته‌ای که وجود داره تنظیمات این موده. الان مود فعال شده، اوکیه، ولی میتونید وارد این فایل INI بشید، ادیت رو که بزنید خب میتونید یه سری چیزاشو تغییر بدید. مثلا اینا خب غیر فعاله، اینا فعال روشنه، اسمش روشه که چی به چیه. اون چیزی که میخواید رو میتونید فعال بکنید، اون چیزی که میخواید رو میتونید غیر فعال بکنید. به عنوان مثال این گزینه آخر داره میگه که این مود رو توی مراحل، وسط مراحل وقتی شما توی مرحله قرار دارید فعال باشه، غیر فعال. خب الان این غیر فعاله، این به این معنیه که اگه شما وارد مرحله بشید این مود خودش خاموش میشه، غیر فعال میشه. بقیه چیزام به همین صورت. فکر میکنم اگه اینو ترو بکنیم میتونیم اینو اینجا کپی بگیریم، به جای این پیست بکنیم. تمام جاهایی که میتونیم وارد بشیم و روی مپ به ما نشون میده. خب اینجوری میتونیم بیشتر متوجه بشیم کجا میشه وارد شد، کجا رو نمیشه وارد شد. الان من اینو ترو کردم و سیو کردم، کنترل اس زدم، میبندمش. الان فکر کنم دیگه یه بار وارد بازی بشیم بد نیست. ویدیو طولانی شد دیگه، نمیخواستیم طولانی بشه. اینم بهتون بگم که روی نسخه استیم هم من تست کردم و اوکیه، دشواری نداره. الان دیگه آپدیت نکردم که بریم، برای همین وارد نسخه غیر استیم میشیم، چجوری بگم، نسخه آفلاین در واقع. خیلی خوب، برابرش گیم که اومد بالا. همونجوری که توی مپ میبینید کلی علامت جدید اضافه شده، داره به ما نشون میده که کجاها رو میشه وارد شد، یعنی کجا اضافه شده الان به اون جاهایی که میشه وارد شد. جمله بندی رو نگاه کنید. راستی اون مود گرافیکایی که یا مود گرافیکا براتون گذاشتم یا نذاشتم نمیدونم،
ولی اون مود گرافیک نصب الان روی بازی، اگه خواستید نصب کنید این بالا میذارم براتون. و اینکه اگه بیایم توی مپ یه دونه ام بزنیم، بیایم عقب ببینید مثلا یه دونه اینجا اضافه شده، الان اینجا کلی اضافه شده و همینجوری بگردید خب جاهای مختلف داره. اینجا 3 تا، 2 تا اینجا. اینا جاهاییه که شما تو مراحل خاصی میتونید واردش بشید یا اصلا نمیتونستید واردش بشید و یه جورایی میشه گفت داخل اون یک دو تاشون اینجوری بودن که مثلا داخل اون جایی که این علامت گذاشته شده جزء مراحل بوده ولی حذف شده ولی هنوز جاش مونده. الان من به اون جای تلپورت بزنم، مثلا یه ذره بد تلپورت کردیم اسم میکنم. این نسخه قبلیش که اینجوری نبود، مثل اینکه نسخه جدیدش این شکلی شده. عالی شد. نسخه قبلی که من نسخه قبلی که من تست کرده بودم چند وقت پیش در رو باز میکرد میرفت تو، الان مثل اینکه اینجوری نیست دیگه. ببین اصلا دره بسته است، مثلا کلا جلوشو بستن، ولی خب از این طریق ای که بزنیم میتونیم وارد بشیم. آره دیگه اینجور محیط ها رو میتونیم وارد بشیم. مود گرافیک خیلی عجیب غریب تاثیر گذاشته رو نور پردازی ها، خیلی خوشم اومد. فکر میکنم بعضیاش این مدلیه که تلپورتیه، بعضیاش هم این مدلیه که میتونیم در رو هول بدیم. تو چیزی که من یادمه اینجوری بود که در رو هول میدیم. اینجا هم یه دونه هست، اینجا هم یه تست بزنیم کار میکنه دیگه. مهم یعنی نیت ما از ورود به بازی بعد از نصب مود اینه که چک بکنیم ببینیم چجوری کار میکنه و آیا کار میکنه یا نه. ببینید اینجا که نمیخوام اسپویل بکنم البته، ولی دقیقا همین جای رو کسایی که مراحل رو رفتن میدونن توی اینجا چه اتفاقاتی افتاده و جریان چیه. ولی خب اینجوری میتونیم واردش بشیم. آره دیگه رسما اینجا میتونیم فقط با مرحله رفتن وارد بشیم. عجب جاییه، یعنی عجب جایی بوده، یادم نبود. خلاصه که اینم از این. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه و دوست داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. دم همتون گرم که حمایت میکنید. تا ویدیو بعدی، بدرود. You need to stop right there! You bastard, you damn it! Where's the law when you need them? You like that crossbow? Ain't my problem.